نگیره. بانک مرکزی خب این طلایی که ما میاریم ما طلای 999 یعنی بالاترین نوع عیاره. بانک مرکزی این طلا رو میگیره میبره داخلش مس و آهن میزنه تبدیل به عیار 900 میکنه تبدیل به سکهش میکنه. سکه هم میادش با اسمنویسی و خواهش و تمنا به دست مردم میده که شما بیان اینو از ما اسمنویسی بکنید. بعد قانون هم میذاره که از سن 18 سالگی به بالا نمیتونی بخرید. نمیدونم تو 15 آقا تو پول دادی دست مردم، روی پولت امضای خودت هست و امضای وزیر اقتصاد. اینو که نمیتونی بگی که انگار چک کشیدی دست مردم بعد میگی که آقا تو نیا اینو بخر یا براش محدودیت میذاری. 30% 15% بالاتر قیمت حباب داره. 25% دارن از مردم مالیات میگیرن. یعنی هر کسی که داره این طلا رو میخره برمی‌داره میبره اگه یه روزی بخواد بره تو خارج کشور نصف پولش نیست. این باید توی اینجا این حباب ها شکسته بشه و اینا همه فساده. اینها وقتی ما میتونیم طلا رو بیاریم در اختیار مردم با قیمت واقعی بذاریم، برای چی نباید این اتفاق بیفته؟ ایشون قانون تفصیل کرده. به محض اینکه طلاها وارد کشور شد خب ما قانونی آوردیم بردیم دادیم در تحویل گمرک. فرداش که رفتیم اونجا اینها رو بگیریم گفتم برید یه روز دیگه بیاد. آقای فرزین یه نامه‌ای رو به قوه قضاییه فرستاد که آقا این نذارید، ما شنیدیم در فضای مجازی ایشون گفته میخواد طلا رو به قیمت واقعی بده، نذارید بیاد تو اینجا. آقا چرا باید